دعا رو دست کم نگیرید. دعا همزه وصل بین عبد و ربه. دعا مخ عبادته. دعا یک سرمایه پایان ناپذیره و پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند دعایی که از شما استجابت میشود به شرطی که عجله نکنه و هر دعا کردن 3 حالت داره. اگر خدا خیر تو رو در اون دعا دونست درجا به تو میده، همون لحظه‌ای که دعا کردی فرداش به تو میده، به شرطی که مصلحت و خیر تو در اون بدونه، نه اینکه خودت فکر بکنی این خیر به نفع توست. بعضی موقع همسایه ماشین میخره، اینم ناخواسته بلند میشه میگه خدا یک ماشینم به من بده، به اون دادی حالا چه میشه که من به من بدید؟ میگه بابا صبر کن، حالا اون ماشین خرید شما صبر کنید بعد بدید. میگه نه همین نزدیکی به من بده. ماشینم بهش میده، اولین باری که بره تو خیابون یا یک نفر رو میکشه 30 میلیون تومان دیگه به گردنش میافته، یعنی 4 برابر قیمت ماشینش، یا هم خودش میزیره تریلی، خودش، خانمش، بچهش، همش پرس میشن میرن. عجله نکنید، دعا بکنید، نتیجهشو واگذار بکنید به انتخاب خداوند. بگید خدایا من دعا میکنم هر چی که خودت صلاح میدونی به نفع دین و دنیا و آخرت من هست، پروردگارا اون رو عطا بفرما. ولی ما اصرار میکنیم نه خدا اینو بده، اینو بده. شاید به ضررت باشه. آدم بوده که راننده اتوبوس بوده 40 نفر رو یک جا کشته، 40 تا دیگه به گردنش انداختن. حالا اگر تو ماه محرم و ماهای حرام بوده هر نفری چه 60 میلیون دیه شونه. از خداوند بطلبید که همیشه خیر سر راه شما سبز بکنه. با خدا باید آشتی کنیم، وگرنه هر چی مال حرام در ظرف 1 سال تبدیل به دنیای از اموال بکنید، الله قادره که با یک تصادف تو رو قطع و نخا بکنه. بعضی موقع یک چیزهایی میشنویم، دوستانی به ظاهر نمازم میخونن اما میگن پول حلال جمع نمیشه. پول حلال جمع نمیشه که خونه درست بکنیم، ماشین بخریم. پول حلال فقط به خاطر بخور نمیری که نمیریم. یعنی میخواد بگه به تعبیر دیگه پول حلال برکت نداره. مال حلال جمع نمیشود. آدم که تا دروغ نگه تو بازار نمیتونه کاسبی بکنه. زیاد میشنویم ما تا خدا وکیلی و خدا نمیدونم فلان و فلان و خدا رو پایین نیارید که نمیشه. خدا دعا رو قبول میکنه به شرطی که ما عجله نکنیم. اگر خیر ما در اون خواسته بود که طلبیدید درجا بد میده. ادب در دعا چیه؟ ادب در دعا این که دعا بکنید بعد بگی خدایا باز هم میگم من این خواستم هست، نیاز دارم، ولی اگر میدونی که صلاح دین و دنیا و آخرت من در اونه به من بده. اگر خودت میدونی در علم غیب که صلاح دین من در اون نیست، دنیامو نمیخوام، از من دور بگردم. این ادب دعاست. نه به من بده هر طوری میشه بشه. پهلوانه نه به من بده هر طوری میشه بشه. بعد میاد میگه که شنیدید خودتونا خدا نمیدونه به که پول بده. شنیدید یا نشنیدید؟ ما بندری ها میگیم خدا نادون به کی پول داد، اگه به میداد شما که خدا نمیدونه به که پول بده. به یک شرابخواری که نماز نمیخونه پول داده، همسایه مسجد 5 وقت تو مسجد بازم فقیره. یعنی خدا نمیدونه؟ خدا خوبم میدونه. تو حوصله نداری، تو صبر نداری، تو طاقت نداری. حالت دوم اجابت دعا، خدا اون چیزی که خواستی بهت نمیده، اما یه بلایی که از بیخ گوشت میخواد رد بشه، میخواد تو پیشونیت بخوره، با همون دعا که کردی بلا ازت دور میکنه. 3 حالت داره. اگر خیرت درشه بهت میده، اگر خیرت درش نیست که بده یه بلایی ازت دور میکنه. خیلی وقتا بلا از بیخ گوشمون آمده، فاصله من و تو با مرگ 1 ثانیه بوده، 1 ساعت بوده، خدا چرخونده، خودت هم فهمیدی که یک کار خیری کردی، یه دعای خیری در گذشته کردید. حالت سوم، اگر در دنیا بد نداد
بلام از دور نکرد، روز قیامت خدا نتیجه اون دعا رو برات ذخیره میکنه. روز قیامت که رفتی خدا میگه این مال توست، این مال توست، این مال توست. خدایا من که این کم کار خیر نکردم، میگه یادت فلان روز دعا کردید، من صلاح ندونستم در دنیا بهت بدم، برات ذخیره کردم که روز قیامت که میای چشمت روشن بشه. اینا همش نتیجه دعای خودت، مال خودته. مبارکت باد.